بسم الله الرحمن الرحیم. سال نو همگی مبارک باشه. تعادل عباداتتون قبول باشه. قراره که توی یک دوره حدوداً 10-15 روزه یک مروری داشته باشیم از کتاب شیمی دهم فصل اول و دومش که توی این دوره از روی خود کتاب این مرور رو انجام میدیم و اینکه در انتهاش هم سوالات خود کتاب، سوالای نهایی و سوالات کنکور چند سال اخیر رو بررسی میکنیم. توی فصل اول از همه از کیهان اومده صحبت کرده که اصلا چطوری فضاها، کهکشانها اصلا کوچیکتر بشیم، خود ذره ها، عنصرها، اتم ها چطور اینها ایجاد شدن. من روند به این صورته که وقتی دارم باهاتون جلو میام از روی متن میخونم، نکته اگه باشه اضافه میکنم یا اگر چیزی نیاز باشه که بهش توجه بیشتر بشه اضافه میکنیم. اگه سوالی در این بین وجود داشته باشه سوالا رو حل میکنیم، نکته های اضافه رو میگم و اینکه اگر تیپ سوالات کنکور تیپ کلیش رو هم توضیح میدم که تو این قسمت اگه قرار باشه سوالی مطرح بشه مدل این سوال چجوری قرار باشه. توی صفحه اول گفته شاید شما هم یکی از شگفتیان آسمان پرستاره شبانگاهی باشید، سقفی آزیبا و آکنده از اسرار و پرسش‌های بیشمار که از گذشته تا کنون ذهن کنجکاو انسان هوشمند رو مجذوب خودش کرده. تو این فضای بیکران ستاره‌های پرفروغ با نوری که میتابه پیوسته با ما سخن میگه، پیام آگاه باش میفرسته، پیامی که از گذشته‌های دور روایت میکنه، از اینکه جهان هستی چطور ایجاد شده، ذرات سازنده جهان هستی چه فرآیندی چطوری ایجاد شدن و پرسش‌هایی که یافتن پاسخش بسیار دشواره. زمین در برابر عظمت آفرینش مثل آزمایشگاه کوچیکه که دانشمندا با آزمایش‌های گوناگون توش در تلاشن برای اینکه پاسخ این پرسش‌ها رو پیدا کنن. شیمیدان‌ها با مطالعه خواص و رفتار ماده، همچنین برهم کنش نور با ماده، در این راستا سهم بسیاری دارن. شاید کلاً از این صفحه اگه بخوایم بگیم نکته‌ای باشه که یه مقدار اهمیت داشته باشه همین خط آخره که مطالعه خواص و رفتار ماده و برهم کنش نور با ماده تو این راستا سهم زیادی دارن که اصلا اساس خیلی از دستگاه‌هایی میشه که توی آزمایشگاهی شیمی ازش استفاده میکنن که باید ساختار ماده رو بخوان تشخیص بدن. حالا اونقدر ارزش باز چیز نداره، ولی به طور کلی از این صفحه شاید این نکته فقط حائز اهمیت بود. حاشیه نویس های کتاب هم همیشه مهمه. اگه قراره کتاب رو بررسی کنیم زیرنویس، حاشیه نویس، تمام شکل تمام پرسش ها اهمیت زیادی داره. حالا ممکنه یک سریاش حالت تاریخچه‌ای بیشتر داشته باشه ولی یه سریاش نکته های ریزی توش داره که باید بهش دقت کنیم. این قسمت یه حالت تاریخچه‌ای داره که گفته شواهد تاریخی که از سنگ‌نوشته ها و نقاشی دیوار غارها به دست اومده نشون میده انسان اولیه با نگاه به آسمان و مشاهده ستاره ها در پی فهم نظام قانمندی در آسمانی که خب باز اهمیتی نداره. دلیل خوندن خط به خط من اینه که چیزی رو جا نندازیم و مطمئن باشیم که ریز به ریز کتاب رو یک باری با هم تو این دورم بررسی کردیم. گفته انسان همواره با پرسش‌هایی از این که هستی چطور ایجاد شده، جهان کنونی چطور شکل گرفته، پدیده‌های طبیعی چگونه و چرا رخ داده روبرو بوده. پیوسته تلاش کرده که برای این پرسش‌ها پاسخ‌های قانع کننده پیدا کنه. پاسخ به اولین پرسش که یه پرسش بنیادیه در قلمرو علمی تجربی نیست، فقط با مراجعه به چارچوب اعتقادی میشه بهش جواب داد. اما بعد از عبور از این قلمرو علم تجربی تلاش گسترده‌ای کرده برای اینکه پاسخ پرسش دوم سوم پیدا کنه که این تلاش باعث شد تا دانشمون درباره جهان مادی افزایش پیدا کنه. داره این مقدمه کم کم میچینه که ببینیم که آقا این دنیایی که دور و برمونه اصلا چی شده که این دنیا شده، چطور ایجاد شده. امروز ما درباره کیهان و منشأش اطلاعاتی داریم که نیاکانمون حتی نمیتونستن اون رو تصورش بکنن. برای نمونه ما به فضا میریم با عنصرهای موجود در نقاط
گوناگون کیهان آشنا شدیم، در پی یافتن زندگی تو بقیه سیاره‌ها هستیم و مسافرت به مریخ رو طراحی کردیم. آشکاره که با گذشت زمان انسان پیشرفتایی رو دست پیدا میکنه که امروزه در ذهن ما نمی‌گنجه. اما از اینجا دیگه داره کم کم ماجرا شروع میشه و تا الان واقعا یه خوش آمدگویی و یه ذهنتون آماده بکنه و از الان تازه داری یه ذره کم کم دیگه شروع میکنه. گفته تلاش دانشمندا برای شناخت کیهان همچنان ادامه داره. نمونه از اون سفر طولانی و تاریخی 2 تا فضاپیما از فضاپیما اومده نام برده ویجر 1 و 2 سال 1977. خیلی نباید واقعا تاریخ ها اهمیت داشته باشه، ولی میگم لغت به لغت کتاب رو بهش توجه کنید، ولی واقعا ارزش علمی برای درس شیمی نداره. عکس کره زمین از فاصله حدود 7 کیلومتری میلیارد کیلومتری. آخرین تصویری که ویجر 1 قبل از خروجش از سامانه خورشیدی از زادگاه خودش گرفته. باز اگه قرار باشه نکته از این قسمت بیاد، نکته های حفظیه، خیلی نکته های مفهومی خاصی نداره. 2 تا فضاپیما مأموریت داشتن با گذر از کنار سیاره های مشتری زحل. شاید این قسمت اهمیت داشته باشه که آخه مأموریت این 2 تا فضاپیما چی بود. قرار بود از کنار این سیاره ها یعنی مشتری، زحل، اورانوس، نپتون رد بشن. این میشه وظیفه یکشون. و دومی که بیان یه شناسنامه فیزیکی و شیمیایی ازش تهیه کنن بفرستن. حالا این شناسنامه باید چه اطلاعاتی داشته باشه؟ باید اطلاعاتی داشته باشه مثل اینکه عنصرهای سازنده چی بودن، ترکیب‌های شیمیایی که توی اتمسفرشون بوده چی بوده. مثلا تو مشتری رفتی ترکیب شیمیایی که تو اتمسفرش بود چجوری بودن، چه عنصرهایی اونو تشکیل دادن و حتی ترکیب درصد این مواد. پس این قسمت میتونه اهمیت خوبی داشته باشه که من بدونم آقا این 2 تا فضاپیمایی که فرستادن اصلا واسه چی فرستادن. میگه فرستادن که شناسنامه تهیه کنن. خب شناسنامه چیا داره توش؟ شناسنامه توش نوع عنصر میگه، ترکیب درصد شیمیایی توی اتمسفر میگه و ترکیب درصد این مواد رو ترکیبشون ترکیب درصدشون. اما در ادامه ماجرا این بغل نویسم که آیا میدانید ها طبق کتاب درسی نبویه، ولی میگم شما همیشه یه نگاهی بهش داشته باشید و ازش چشم‌پوشی نکنید. اینجا فقط یه توضیح مختصری درباره اخترشیمی داده، توضیح خیلی خاصی نیستش که میره مطالعه مولکول هایی که تو فضاهای بین ستاره‌ای رو بررسی‌هاش رو انجام میده. بریم سراغ این قسمت که درباره عنصرها اومده صحبت کرده و در واقع متن ما اصلیتش دیگه از اینجاست که شیمیایی شروع میشه. گفته که آقا یکی از پرسش‌های مهمی که شیمیدان‌ها دنبال اینن که جوابش بدن اینه که این عنصرایی که میگید عنصر اینا چطوری درست شدن. جالبه بدونید که مطالعه کیهان مخصوصا سامانه خورشیدی برای یافتن این پرسش کمک زیادی کردش. به نظر من اینم میتونه نکته جالبی باشه که این برای پیدا کردن این جواب میگه که این مطالعه کردن سامانه خورشیدی خیلی بهشون کمک کرد. بر نمونه با بررسی نوع و مقدار عنصر سازنده بعضی از چگونه این کارو کردن، نوع و مقدار عنصر سازنده سامانه خورشیدی مقایسش با عنصرهای سازنده خورشید تونستن درک بهتری ازش رو پیدا کنن. باز اینه که میگم مهمه، ما مطالب بسیار مهمتری داریم ولی حالا ارزشش رو نداره که بخوایم سر این موضوع چیزی رو دست بدیم چون مطالبش بسیار آسونه. اما اینجا باز یه قسمت مهم داریم، یه خودرابی آزمایید مهم داریم که توی این خودرابی آزمایید اومده چیکار کرده؟ سیاره مشتری و زمین رو از یک سری جهت ها با هم دیگه بررسی کرده. اولین تفاوتی که ما تو این 2 تا سیاره می‌بینیم اندازه‌شون. مشتری سیاره به شدت بزرگتر از زمینه، پس این میشه اولین تفاوتش که طبق عکس این رو باید متوجه شد. اما بریم سراغ حالا تفاوت‌هایی که دیگه‌ای که میتونیم از اینجا به دست بیاریم. تفاوتش فراوان‌ترین عنصریه که تو این 2 تا سیاره است. همونطور که می‌بینید توی زمین فراوان‌ترین عنصر آهنه
و درصد فراوانیش هم کمتر از 50%. و توی مشتری فراوانترین عنصر هیدروژنه و یه چیزی حدود 100% فراوانیشه. این که هیدروژن میشه عنصر اصلی سازنده مشتری، داره به من میگه که این سیاره یک سیاره گازی. این سیاره گازی، تازه هلیوم هم دومین عنصر فراوانشه. عنصرهای فراوان زمین بعد از اکسیژن کیا هستن؟ بعد از اکسیژن، بعد آهن ما اکسیژن رو داریم، بعد سیلیسیلیوم رو داریم، منیزیم. اما نکته مهم، اکسیژن جزء عنصرهاییه که هم در زمین وجود داره هم در مشتری وجود داره. پس اکسیژن عنصر مشترک توی هر جفت این سیاره ها هستش. به جز اکسیژن، گوگرد هم بین این دوتا سیاره چیه؟ مشترکه. اکسیژن درصد فراوانیش توی زمین جایگاه دوم رو داره، اما در مشتری جایگاه 4 رو داره. گوگرد در زمین درصد فراوانیش جایگاه 6 رو داره و جالبه که توی مشتری هم جایگاه 6 رو داره. از نکته دیگه ای که بخوایم بگیم، ما توی مشتری اصلا عنصر فلزی توی این عنصرهایی که بیشتر درصد فراوانی دارن مشاهده نمیشه، در حالی که ما توی زمین اولا آهن، منیزیم، نیکل، یعنی کلی عنصر فلزی تشکیل داده و میتونیم بگیم که ما توی زمین هم عنصر فلزی داریم که مثلا آهن و منیزیم و نیکل جزش میشه، هم عنصر نافلزی داریم، اکسیژن جزش میشه، هم عنصر شبه فلزی داریم که سیلیسیلیوم شاملش میشه. اما وقتی توی مشتری رو نگاه میکنیم، تنها عنصرهای نافلزی مشاهده میشه. کمترین درصد فراوانی طبق شکل کتاب درسی برای عنصرهای زمین متعلق به آلومینیوم و برای عنصر مشتری متعلق به نئون میشه. و نکته‌ای که میخواستم بگم به نظر من در همین حد کافیه، کفایت میکنه. من نکته خاص دیگه ای که بخوایم ازش استخراج بکنیم نمیبینم. سوالای کتاب درسی هم گفته فراوان‌ترین عنصر تو هر سیاره کدومه، بهش جواب دادیم. عنصر مشترکش رو گفته بود، جواب دادیم. گفته در کدام سیاره عنصر فلزی وجود نداره، جواب مشتری بود، پاسخ دادیم. پیش بینی کنید سیاره مشتری بیشتر جنس گازه یا سنگ، چرا؟ این هم جواب دادیم. گفتیم آقا وقتی بیشترین درصد فراوانی نزدیک 100% هیدروژنه که یه گازه، پس این سیاره باید یه سیاره گازی باشه. آیا به جز عنصرهایی نشون داده شده در شکل عنصرهای دیگه‌ای توی زمین وجود دارن؟ بله. ما مثلا عنصر سدیم، عنصر منگنز، اینا همه از زمین به دست میاریم. چرا اینجا فراوان‌ترین نشو بهمون نشون داده؟ اونهای دیگه درصد فراوانیشون قطعا کمتره. آیا میدانید که کتاب یکی از صحابی‌ها رو معرفی کرده؟ صحابی بومرنگ. گفته سردترین مکانی که شناخته شده دماش رو گفته و فاصلش رو گفته. باز میگم اینقدر نباید اهمیت داشته باشه، من برای اینکه چیزی جا نمونه خدمتتون عرض میکنم. گفته دریافت نوع و میزان فراوانی عنصرها توی دوتا سیاره چقدر با هم فرق داشت، در حالی که عنصر مشترکی هم داشتن. کیا بودن؟ مرور کنیم. اکسیژن و گوگرد بود. یافته‌هایی از این دست بهمون نشون میده که عنصرها ناهمگون تو جهان توزیع شده. این یافته‌ها باعث شد تا دانشمندا بتونن چگونگی پیدایش عنصرها رو توضیح بدن، به طوری که بعضی‌هاشون بر این باورن که سرآغاز کیهان با یه انفجار بوده. مهبانگ بیگ بنگ یه تئوری خیلی معروفی هستش که این تئوری چی میگه؟ میگه که آقا شروع شدن هستی، شروع شدن پیدایش جهان با یه انفجار بوده. اسم این انفجار مهبانگه. یه انرژی خیلی زیاد آزاد کرده و اگه بخوایم دسته‌بندی کنیم، اولین اتفاق مهبانگ بوده که توش انرژی زیادی آزاد میشه. وقتی اتفاق میفته ذره های زیر اتمی ایجاد میشن، پس میشه دومین اتفاق. ذره های زیر اتمی باعث ایجاد شدن عنصرهای هیدروژن و هلیوم میشن
قسمتش رو خیلی توضیح در ادامه توضیح میده که با گذشت زمان کاهش شده، اما قبل از اون خود اون ذره‌های زیر اتمی خیلی توضیح نداره که اینها در اون شرایط باعث ایجاد شدن عنصر هیدروژن و هلیوم شدن که هیدروژن باعث ایجاد شدن هلیوم شد. حالا گفته با گذشت زمان دما هم کم شده، هیدروژن و هلیومی که تولید شد متراکم شد، مجموعه سحابی ایجاد شدن. پس بعد الکترون و پروتون ما هیدروژن و هلیوم رو داریم، بعد از اون ایجاد شدن سحابی ها رو داریم، بعد از این سحابی ها ایجاد شدن پیدایش ستاره و کهکشان میشه پنجمی اتفاقمون. حالا توی ستاره دما خیلی بالاه، دما که خیلی بالاه باعث انجام واکنش های هسته‌ای شده، واکنش هایی که عنصرهای سبک داره میشه عنصرهای سنگین تر و باعث پدید اومدن ستاره ها شدن. نه عنصرهای سنگین ایجاد شدن و ستاره‌هایی که حالا متولد شدن، چون ما توی مرحله قبلی 5 رو داشتیم ستاره‌ها ایجاد شدن، ستاره‌هایی که ایجاد شدن واکنش‌های هسته‌ای داخلشون رخ داد، عنصرهای سبکمون شد عنصرهای سنگین. حالا اون ستاره میگه رشد میکنه، زمان میمیره که مرگ ستاره اغلب با یه انفجار بزرگ همراهه که این علت مرگش هم به خاطر همون واکنش‌های شدیدی که داخلش انجام میشه، اون عنصرهای سنگینی که توی مرکز اون ستاره داره ایجاد میشه در نهایت باعث انفجارش میشه که این انفجار باعث میشه عنصرهایی که توش تشکیل شده بود توی فضا پخش بشه. پس من میتونم بگم که ستاره کارخونه تولید عنصرها هستن. از بغل نویس کتاب یکی به نظر من این رابطه ای برابر MC2 میتونه ارزش داشته باشه. اصولا تاکید میکنم نباید بدم، ولی حالا این رابطه که رابطه به خاطرتون داشته باشه که ام جرم سی سرعت نور، مقدارش هم 3×10⁸ متر بر ثانیه هستش. نکته خاص دیگه ای توی بغل نویس نمیبینم خدمتون بگم، اما این قسمت پایین دوباره توی این شکل اومده روندش رو بهتون گفته که ما اول عنصرهای اول که اون ذره‌های زیر اتمی ایجاد شدن، ذره‌های زیر اتمی هیدروژن ازش ایجاد شد، هیدروژن باعث ایجاد شدن هلیوم شد، بعد عنصرهای سبکتر و در نهایت عنصرهای سنگین‌تر رو داشتیم که تو ستاره ایجاد شدن، انفجار و پخش شدن توی فضا. خورشید گفته نزدیکترین سیاره به زمینه، دماش خیلی بالاه، انرژی گرمایی نور خیره کننده خورشید. علت این موضوع خیلی مهمه که چرا اینقدر نور خیره کننده داره خورشید، به خاطر اینکه توش واکنش تبدیل هیدروژن به هلیوم داره انجام میشه که واکنش هسته‌ای که انرژی خیلی زیادی تولید میکنه. واکنش هایی که توش انرژی زیادی آزاد میشه، انرژی آزاد شده توی واکنش هسته اینقدر زیاده که میتونه 100 میلیون تن فولاد رو ذوب کنه. توجه داشته باشید که توی واکنش های شیمیایی که توی پدیده طبیعی پیرامون ما در زندگی روزانه رخ میده، مقدار انرژی مبادله شده خیلی کمتره. اما دیگه اینجا بحث دیگه واقعا جدی میشه، از اون حواشی، از اون توضیحات اضافه خارج میشیم. از اینجا دیگه دقیق و کاملتر لطفا با من همراه باشید و الان پایین میشه برای کلی مطلبی که جلوتر میخوایم بگیم. اول از همه کتاب اومده شروع کرده درباره مطلبی صحبت کرده به اسم عنصر. عنصر چیه؟ برگشته گفته شیمیدان ها ماده ای رو عنصر میگن که از یک نوع اتم تشکیل شده باشه. یعنی چی؟ دوستان من، وقتی که من میگم که اتم هیدروژن این که من اینو به اسم اتم هیدروژن میشناسم به خاطر یکی از ذره های زیر اتمیشه که بهش پروتون میگه. قبلش اول بگم که ذره های زیر اتمی که ما داریم کیا هستن. وقتی ما یه اتم داریم طبق کتاب درسی ما ذره های زیر اتمی میشه پروتون، الکترون و نوترون.
دسته‌بندی کردن عنصرها که مثلا من به فلانی میگم هیدروژن، به این میگم اتم نیتروژن، به اون میگم اکسیژن، به خاطر تعداد پروتون هایی که تو هستشون. ممکنه که من عنصرهای اتم هایی داشته باشم که اینا همشون تعداد پروتوناشون یکی باشه، عین هم دیگه باشه، اما تعداد نوترون هاشون فرق داشته باشه. تفاوت تو نوترون ها شخصیت اون اتم رو عوض نمیکنه. هیدروژن هیدروژن میمونه، اکسیژن اکسیژن میمونه. پس چی توش عوض میشه؟ جرم اینا تغییر پیدا میکنه. به خاطر همین همه اینها متعلق به یکی از خونه های جدولن، جایگاهشون عین همه، همشون یه عنصرن، همشون عنصر هیدروژنن، اما شکلای مختلف عنصر هیدروژن، یا عنصر هیدروژن با جرم‌های مختلف، یا عنصر هیدروژن با خواص فیزیکی مختلف میشن. چرا ما همه اینا رو عنصر هیدروژن میدونیم؟ به خاطر اینکه تعداد پروتون هاشون یکیه. چرا وقتی تعداد پروتوناشون یکیه من باید اینا رو همه رو یه عنصر بدونم؟ چون خواص شیمیایی یک عنصر مثل واکنش پذیری که داره و ویژگی های دیگرش به خاطر تعداد پروتونایی که توی هسته هست و چون همه اینا تعداد پروتونایی تو هستشون یکیه، پس این خاصیتش رو این همه. فهمیدین؟ من میتونم بگم که اینا همشون یه عنصرن. هیدروژن من که تعداد نوتروناشون با هم فرق داره ولی تعداد پروتوناشون عین همه، اینا همشون عنصر هیدروژنن. این همین توضیحات رو دادم که حالا جلوتر باز هم بهش اشاره میکنم که این خط کتاب درسی رو براتون روشن کنم که یعنی چی که عنصر رو یک نوع اتم تشکیل شده باشن. گفته بر نمونه منیزیم و هلیوم عنصر به شمار میان چون یک نمونه منیزیم حاوی اتم های منیزیم و یک نمونه هلیوم حاوی اتم های هلیومه. یعنی اینا اگه این نکته ای که اینها تعداد نوترون هاشون فرق میکنه باعث ایجاد شدن یه مفهومی میشه به اسم ایزوتوپ یا هممکان. ایزوتوپ یا هممکان دقیقا داره همینو میگه اینها عددهای اتمی که توضیح میدم چیه، یا تعداد پروتون هاشون این همه، فقط تعداد نوترون هاشون با هم دیگه فرق داره که توی ادامه هم کتاب توضیح داده که جالب بدونید بررسی نشون داده که اغلب در یک نمونه طبیعی از عنصر معین اتم های سازنده جرم یکسانی ندارن. برای مثال بررسی یک نمونه منیزیم نشون میده جرم همه اتم های منیزیم یکسان نیست بلکه مخلوطی از 3 ایزوتوپ یا هممکان مختلفه. بغل نویسه کتابم کامل بهتون نشون داده، یه نوار از منیزیم رو گذاشته نشون داده توش نگاه کن اینهایی که با هم تفاوت دارن، این تفاوته به خاطر تفاوت جرمشونه که اینا رو الان براتون کامل توضیح میدم. یه برگه باز کنیم و من این موضوع رو براتون کامل توضیح بدم که این ماجرا اصلا جریانش. اما اول از همه من باید مفهومی رو براتون توضیح بدم که وقتی من میخوام یه عنصر رو نشون بدم چطور یه عنصر رو نشون بدم. وقتی میخوام یه عنصر نشون بدم مثلا شما یه نماد فرضی براش فرض کنید، مثلا این نماد عنصر من که حالا عنصرهای مختلف نمادهای مختلفی دارن، مثلا هیدروژن نمادش H، اکسیژن نمادش O، نیتروژن نمادش N. خود این نماد اهمیت زیادی داره چطور بنویسید. حتما با حروف بزرگ لاتین باید باشه اگر یک حرفیه. اگر مثلا
مثل کیو خدمتتون مثال بزنم، هلیوم 2 نمادیه، 2 تا حرف داره نمادش، اولی باید حروف بزرگ باشه، دومی باید حروف کوچیک لاتین باشه. این نکته خیلی مهمه که توی نوشتن ها حتما باید رعایتش بکنید. اما مثلا من اگر بنویسم CO، این میشه کربن مونوکسید، یعنی یک کربن کنار یک اکسیژنه. اما اگه بنویسم CO یعنی کوبالت، یه عنصر رو دارم معرفی میکنم. پس این یکی از نکته‌ایه که توی نوشتن نماد، در نوشتن نماد حتما بهش توجه کنید. حالا وقتی که من نماد رو نوشتم، من گفتم الان به نمایندگی همه اینا یه ای گذاشتم اول عنصر در انگلیسی. حالا معمولا وقتی میخوان نشون بدن، بالا دست چپ یه عدد میذارن، پایین دست چپ هم یه عدد میذارن. عددی که بالا دست چپ میذارن بهش میگن عدد جرمی و عددی که پایین دست چپ میذارن بهش میگن عدد اتمی. عدد جرمی چیه؟ عدد اتمی چیه؟ بریم توضیح بدیم. آقا مگه ما نگفتیم که عنصرهای زیر اتم، ذره های زیر اتمی ما یعنی چی؟ یعنی اون ذره هایی که اتم من ازش تشکیل شده، شامل پروتون، شامل نوترون و در نهایت الکترون هست. پروتون رو با پی نشون میدن، نوترون رو با N و الکترون رو با E نشون میدن. تعداد پروتون ها دقیقاً با عدد اتمی برابره و هویت اون عنصر من، اون اتم من رو معلوم میکنه. یعنی شما وقتی که میگید مثلا فلان عدد اتمی رو داره، فلان تعداد پروتون داره، سریع تشخیص میدن آها این عنصر فلانیه. نوترون ها رو اگر با پروتون ها، پس الان فهمیدم پروتون ها تعدادش دقیقا میشه عدد اتم. اگه تعداد پروتون و نوترون رو با هم جمع بکنید، مجموع این دوتا رو بهش میگن عدد جرمی. پس جمع پروتون و نوترون شد عدد جرمی. عدد اتمی جاش پایین دست چپ عنصره، عدد جرمی جاش بالا دست چپ. الکترون ها رو توی این نمادگذاری نشون نمیدن، اما ما میتونیم تعداد الکترون رو بفهمیم. چرا؟ به خاطر اینکه عنصرها در حالت خنثی بدون بار تعداد پروتونشون با تعداد الکترونشون با هم برابره. یعنی اگر من میگم که من منیزیم 12 مثلا 24 دارم، میگم این میشه عدد اتمیش، یعنی 12 شده تعداد پروتونش. چون بار نداره، از کجا بفهمم بار نداره؟ اگه بار داشته باشه تو این قسمت بار رو میذاره. مثلا بار مثبت رو با n میتونه هر عددی باشه، n جلوش مثبت میذارن، بار منفی هم با n منفی میذارن که حالا ما اینجا فلز داریم، منفی نمیشه. پس کلیت این که وقتی خنثی باری نداره، تعداد پروتون و الکترونش با هم برابره. پس که قرار 12 تا پروتون داشته باشه، قطعا 12 تا الکترون هم داره. تعداد نوترون رو گفتم از کجا بفهمیم؟ برگشتم گفتم آقا مجموع تعداد نوترون به علاوه پروتون میشه عدد جرمی. عدد جرمی بالا دست چپ میذارن.
چی شده؟ شده 24. چند تا پروتون دارن؟ 12 تا. تعداد عدد اتمی. میام میگم این 12 رو منهای 24 منهای 12 میکنم، تعداد نوترونام هم دقیقا 12 تا به دست میاد. عدد جرمی و عدد اتمی آیا مثل پروتون و نوترون نماد خاصی دارن؟ جواب بله. عدد جرمی نمادش میشه A بزرگ و عدد اتمی نمادش میشه Z بزرگ. اما نکته دیگه ای که بخوام خدمتتون عرض بکنم درباره عنصرهایی که بار داشته باشه. دوستان من، وقتی که یک عنصری باردار میشه چیه که توش عوض میشه؟ الکترون، پروتون، نوترون، کیه که عوض میشه؟ جلوتر میخونیم که ما جایگاه پروتون و نوترونمون توی هسته است و طی واکنش‌های شیمیایی عادی که دارن مواد با هم دیگه میدن، هسته‌شون قرار نیست داغون بشه. ما تخریب هسته، شکسته شدن هسته یا واکنش هسته، تو واکنش‌های هسته‌ای داریم که به شدت انرژی زیادی تولید میکنه. مثالی که کتاب داشت، هیدروژن طی یک واکنش هسته‌ای هلیوم تولید میکنه. این برهم کنش‌های هسته انرژی خیلی زیادی داره. طی واکنش‌های عادی که انجام میشه هسته ها دچار تغییر نمیشن. پس کیه که عوض میشه؟ دور این هسته ما الکترون ها رو داریم که این الکترون ها که میرن برای ما واکنش انجام میدن. اگر من میگم که من اتمم بار مثبت گرفته، یعنی چی؟ یعنی که الکترون از دست داده. اگر من میگم اتمم بار منفی گرفته، یعنی چی؟ یعنی الکترون گرفته. پس مفهوم بار منفی گرفتن یا بار مثبت گرفتن اتم رو هم الان فهمیدم، یعنی الکترون داده، الکترون گرفته. حالا پس این تفاوت باره داره روی الکترون خودش رو نشون میده. حالا یه مثال بزنم بیشتر جا بیفته. فرض کنید من اتم منیزیم رو دارم، تعداد عدد جرمیشو که میدونم مثلا 24 گفته، عدد اتمی هم 12، گفتیم 2 بار مثبت گرفته. میگه بگو تعداد الکترونش چند تا شده. میام چی میگم؟ میگم ببین قرار بود عدد بالا مجموع تعداد پروتون و نوترون رو به من بگه، قرار بود عدد پایین دقیقاً تعداد پروتون رو به من بگه. اگه اتم من خنثی بود پروتونش باید با الکترونش برابر می بود. الان خنثی نیست، کی بیشتره؟ وقتی بار مثبت داره یعنی الکترون از دست داده، یعنی تعداد الکترون من کمتر از پروتونه. پس من باید از پروتون هام به اندازه بارم کم کنم تا برسم به تعداد کی؟ تعداد الکترونام. بارش چنده؟ 2 میشه 12 تا، اینجا هم 2 تا، تعداد الکترونم 10 تا. بچه چرا 10؟ به خاطر اینکه بار مثبت گرفته، یعنی از دست داده. قبلا برابر بودن، الان از دست داده، پس تعدادش کمتر شده. وقتی تعدادش کمتر شده باشه به این صورت میتونیم تعداد الکترون ها رو حساب کنیم. حالا من ممکنه عنصری داشته باشم که این برعکس بیاد چیکار کنه؟ الکترون بگیره.
الکترون بگیره چه اتفاقی براش میفته؟ مثلا بیایم عنصر اکسیژن رو مثال بزنیم. عنصر اکسیژن، خب من الان فقط با عدد اتمیش کار دارم. عدد اتمی 8. میگه به من بگو چند تا الکترون داره. میگم که اگر 8 عدد اتمیشه یعنی پروتون‌هاش برابر 8. اگه این خنثی بود باید پروتون و الکترون با هم برابر میشه، اینکه خنثی نیست. گرفته یا از دست داده، بارش منفیه، یعنی الکترون اضافی اومده روش، گرفته. وقتی که گرفته پس تعداد الکتروناش و پروتوناش بیشتر شده، پس ما وقتی بار منفی داریم باید پروتونا رو به علاوه بار کنیم تا الکترون به دست بیاد. پروتونش 8 داره، 2 تا بار داره، 10 تا، پس تعداد الکتروناش میشه. این نکته‌ای که میخواستم خدمتتون عرض کنم. اما نکته دیگه ای هم که مهمه در مورد یه مثال فقط از این موضوع حل بکنیم که خیالم راحت چه چیزی جا نمونده. فرض کنید عنصر B 3 بار مثبت رو داریم و بهمون بگه که شما بهم بگو که عدد اتمیش چقدره و عدد جرمیش چقدره. تعداد الکترونش رو به من داده باشه 28 و تعداد نوترونش رو به هم داده باشه 39. سریع 3 سود میگم که عدد اتمی دقیقا برابر تعداد پروتون ها میشه. اگر خنثی بود باید پروتون با الکترون برابر می بود، چون بار مثبت داره یعنی تعداد الکترون های من کمترن، پس من باید از تعداد پروتون ها به اندازه بار کم کنم تا الکترونام بده. الکترون ها چند تا؟ 28 تا. 3 رو میبرم اون بر، تعداد پروتون های من چند تا میشه؟ 31. این قسمت اول. قسمت دوم گفته بگو عدد جرمی چنده. عدد جرمی یعنی مجموع نوترون به علاوه پروتون. نوترون های من چند تا؟ 39 تا. پروتون های من چند تا؟ 31 که در نهایت میشه 70. یه مثال خواستم فقط جا بیفته. یه نکته دیگه که این نکته هم بسیار حائز اهمیت، تو این سری از سوال ها میاد به شما چی میگن؟ بهتون میگن که اختلاف تعداد نوترون و پروتون اینقدر، اختلاف تعداد نوترون و الکترون اینقدر. سوال که پیش میاد وقتی میگه اختلافش اینقدره، من باید بنویسم پروتون منهای نوترون یا نوترون منهای پروتون. وقتی که میگه الکترون و نوترون اختلافش اینقدره، بنویسم نوترون منهای الکترون یا الکترون منهای نوترون. جواب این سوال چی میشه؟ اگر اختلاف تعداد پروتون و نوترون رو گفتن، همواره بدونید نوترون همواره یا بزرگتر از پروتونه یا مساویشه، بجز هیدروژن معمولی یعنی هیدروژن یکی. بجز این استثناء همواره تعداد نوترون های من یا بزرگتر از پروتونام یا باش برابر. تنها استثنایی که دارم هم هیدروژن یکی، یعنی وقتی به شما میگن اختلاف تعداد نوترون و پروتون، نوترون منهای پروتون همواره مینویسم همواره. اما اگر به هم بگه که درباره الکترون چی؟ الکترون
داره، شرایطش فرق داره. اگر بهتون گفتن که اختلاف تعداد نوترون و الکترون اگر گونه شما خنثی یا کاتیون، دوستان کاتیون چیه؟ همون گونه ای که بار مثبت میگیره بهش میگن کاتیون، گونه ای هم که بار منفی بگیره بهش میگن آنیون. خنثی یا کاتیون بود، اگر خنثی یا کاتیون بود، کاری که انجام میدید اینه که چیکار میکنید؟ می‌نویسید نوترون منهای الکترون، همواره تو این درسته. اما وقتی که میگونه من آنیون بود یه سری نکته هایی داره، مثلا اگه اختلافشون کمتر از بار بود، من پیشنهادم اینه که شما از هر دو حالت حل کنید. یعنی اینکه یک بار بنویسید نوترون منهای الکترون، یه بار بنویسید الکترون منهای نوترون، یه نشونه‌ای بهتون میده. به هر حال یه چیزی اون وسط، مثلا یعنی چی نشونه بهتون میده؟ یعنی مثلا یهویی میبینید تعداد پروتونتون از تعداد نوترونتون بیشتر شد، خب معلومه دیگه، پس اون نبوده، از اون یکی حالت باید میرفتی، مثلا نوترون منهای الکترون حساب کردی، تهش تعدادت اصلا منفی در اومده، تهش تعداد پروتونت بیشتر از نوترون شده، میفهمی خب این غلطه، باید بیام از این روش استفاده کنم. ولی به طور معمول هم نوترون منهای الکترون جواب میده چی بشه تو سوالات تألیفی اصلا خیلی رایج نیستش. من به عنوان نکته تکمیلی فقط خواستم خدمتتون بگم. 2 سوال حل بکنیم و به امید خدا بحث امروزمون رو تموم بکنیم. گفته که فرض کنیم که عدد جرمی عنصری 48 باشه و تفاوت نوترون و پروتونش هم 4 باشه. گفته بهم بگو عدد اتمیش چند. خیلی خوب، چطور این سوال رو حل بکنیم؟ خیلی راحت. اول از همه میگم که آقا عدد جرمی یعنی چی؟ یعنی نوترون به علاوه پروتون شده 48. تفاوت نوترون و پروتون رو قرار شد همواره بنویسم نوترون منهای پروتون میشه 4. دوستان وقتی به این مرحله میرسم 2 معادله 2 مجهول دستگاه تشکیل میدم. یه نکته به شدت مهم، ما تو دستگاه وقتی یکی از معادله ها رو توی منفی ضرب میکنیم که یکی از متغیرها قرار شده باشه از بین بره. اگه 2 معادله من جوری هست که بدون ضرب منفی یکی از متغیرها حذف میشه، نیازی به این کار نیست. یعنی چی؟ یعنی اینجا که الان من بدون هیچ تغییری توی معادله هام این 2 وقتی با هم عادی جمع بشن از بین میرن، نیازی به منفی نیست. توی دستگاه من قراره چیکار کنم؟ 2 معادله رو طرفینش رو با هم جمع کنم، یکی از متغیرها حذف شه، یکی به دست بیاد. کاری که شما انجام میدید اینه که این 2 معادله رو جمع میکنید، میشه 2 نوترون مساوی میشه 48 به علاوه 4 باید بشه، تو چیزی ضرب نکردم که این ور بخواد منها باشه. 48 به علاوه 4 میشه 52 و ببخشید یه جور مشکل شد و قلمم. بله، بعدش جوابش رو خیلی راحت به دست میاد. اما یه نکته دیگه هم که فقط اینم سریع بگم خدمتتون که جا نیفته، گاهی میان به شما چیکار میکنن؟ میان به شما میگن که
دارم؟ مثل NH2. یک بار من به هم بگو تعداد پروتون و الکترون به چه صورت؟ دوستان من وقتی این گونه سوال ها رو دارید باید برید تعداد پروتون های مثلا نیتروژن رو به دست بیارید، تعداد پروتون های هیدروژن هم به دست بیارید، این دوتا رو با هم دیگه جمعش بکنید، جمع این دوتا میشه تعداد چی؟ پروتونتون. الان میدونم نیتروژن تعداد پروتونش 7 میشه 7 به علاوه هر هیدروژن یه دونه پروتون داره، چون دوتا هیدروژن دارن میشه دوتا پروتون، یعنی مجموع تعداد پروتون های این گونه من کلیش میشه 9 تا. اگر مثلا تعداد الکترون هاش رو میخواست چیکار میکنید؟ برای به دست آوردن تعداد الکترون هاش من میام اینطور میکنم که این باره رو باید در نظر بگیرم، یعنی این باره متعلق به کلشه. میگم من 9 تا پروتون دارم، چون بار منفیه باید به تعداد پروتون هم اضافه کنم تا تعداد الکترون ها به دست بیاد، پس 10 تا هم الکترون دارم. حالا برای سوال هایی که بس گونه های باردار بهتون داده بودم باید از این روش سوال رو حل بکنید. ممنون که توجه کردید. سعی میکنم خلاصه بگم یه حالت جمع‌بندی باشه. شما اگر فرصتش رو دارید حتما از هر قسمت شروع بکنید به سوال حل کردن و سوال حتما حل بکنید. ممنون از توجهتون. خدا شبتون خوش. خدا